الحمد لله رب العالمین. حمد و ثنا از برای الله که ما را از نعمت هدایتش برخوردار گردانید و درود و رحمت الله مهربان بر پیامبر نازنینش که سبب از بین بردن صدها شرک و خرافات و ضلالت گشت و درود و رحمت الله مهربان بر جمیع اصحاب پیامبر که جانهای خود را در راه دین نثار کردند. از الله بسیار مهربان دعاگو هستم که خداوند میل و خواهش ما و شما را باز هم به سوی دینش زیاد بگرداند و الله مهربان دعاگو هستم که گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند. الله مهربان دعاگو هستم که مسافرهای ما را سفرهاشون مبارک خیر گرداند، بیماری هامون شفای کامل نصیب گرداند و این ملک ما را و این وطن ما را الله مهربان از همه آفت و بلاها در پرده رحمتی و عصمت خودت الله مهربان نگهبان باشید. الحال برادران عزیز، یک چند مصرع های را که جناب مولوی جنونی در اطراف حضرت رابعه گویم از غیرتش و از عقیدش و از آن چیزی را که از آن محبت را که حضرت رابعه به دین خدا داشت، از آن ترسی که حضرت رابعه در قلب خودش داشت، من برای شما برشته نظم هست میخوانم و انشاءالله گمانم همین است که هر یک مرد و زنی که ایره خواند و با این عقیده حضرت رابعه وقتی آگاهی پیدا کند شاید همون راهی را که حضرت رابعه انتخاب کردن شما هم انتخاب کنید. از آن رابعه پرسان کرد سائل، چرا شوهر نسازی از قبایل؟ برادران عزیز و گرامی، اینجا یک سوال کننده یک نفر پیش حضرت رابعه می آید و از رابعه می پرسد، مادر عزیز یا زن محترمه، چرا شما شوهر نمیکنید؟ حضرت رابعه برادران عزیز و خواهرای خیلی مهربان سه چیزی را از این نفر سوال کننده سوال میکند. یعنی اگر در این سه سوالی من جواب گردانی، هر آینه میلش نمین حاضر که اگر خواستگار بیاید من به شوهر میبرایم، لیکن اگر این سه سوالی مرا جواب داده نتوانی، دفعه دیگر مرا از این مسئله نپرس. بیایید سوال کننده را میپرسیم چی سوال میکند و این مادرمون حضرت رابعه چی جواب میگوید. از آن رابعه پرسان کرد سائل، چرا شوهر نسازی از قبایل؟ بگفتش در غم سه چیز هستم، ندانم قسمت روزی الستم. ندانم روزی رحلت دادن جان، رحم یا نه ز مکر دیو شیطان. دوم از شدت روز قیامت، چی باشد حال اندر دادن خط. سوم دو فرقه گردد خلق فردا، یکی خوانده شود بر خلد اعلا، دیگر رانده شود بر جانب نار گرفتارانی
قهری سخت جبار، نمیدانم که در بین کدامم. از این اندوه در کلفت مدامم. از این باعث نسازم فکر شوهر، نیم فارغ دمی از خوف محشر. نگر ای مرد سالگ همتی زن، که آن زن تاج مردان است تو زن. بود مردی نشانی غیرت دین، اگر مردی بکن این رخش رازین. به هر مطلب به کس همت بکار است، که به همت به هر دو کون خار است. وقتی سوال کننده پرسید حضرت رابعه چی گفتن؟ گفتن اکو برای آنی که تو جواب تا بگیری، یکم چیزی که مرا، یعنی 3 چیز مرا نمیگذارد که من در یاد شوهر، یا 3 چیز مرا نمیگذارد که من مقصد فکری به دنیا آوردن فرزند. 3 چیز مرا نمیماند، مانع شده است. برای من همین 3 چیز اگر جواب شگردانی الحال مقصد من دنبال همین کار میشم. یکم، روزی که خدای مهربان جان مرا میگیرد، آیا من از دنیا با ایمان میرم یا به ایمان میرم؟ برادرای و خواهرای عزیز خیلی با اهمیت باشین. این 3 چیزی که رابعه را در غم، بسیار در یک حالت ناگوار قرار داده بود، برای ما و شما هم داخل دارد. زیرا ما هم نمیدانیم دم آخری ما و شما به چه انجام می‌یابد. یکم گفت وقتی که الله جان مرا قبض میکند با ایمان میرم یا به ایمان. دوم، وقتی روز قیامت یک شدت، یک سختی، یک مشکلات مردم وقتی فرا میگیرد و الله مهربان مردم 2 فرقه میکند. یکیش به طرف جنت جاودانی، جنت پرناز و نعمت، دیگرش به طرف عذاب خار کننده. وقتی همین مردم الله تقسیم میکند من در کدام گروهی اونها هستم؟ از زمره گروه جنتی هایم یا از زمره گروه دوزخی ها؟ 3م سوال. روز قیامت الله مهربان به مردم نامه اعمال میتید. یعنی نامه اعمال به آیت قرآن ثابته که هر کسی را که در دست راستش نامه اعمال شد دادن، این بشارت های، این مژده های، یعنی این آدم داخل جنت می شود. لیکن اگر به دست چپ دادند، وای به حالت که ترا چی چیزهای انتظاری دارد، چه حالتی خوف و خطر در بالای تو هست. رابعه گفت 3م سوال ممینه، وقتی خداوند نامه اعمال میتید به دست راست میتیم یا به دست چپ؟ وقتی این سوال ها را که کرد، سوال کننده درک کرد که رابعه را مقصد برای چی یاد شوهر، یاد فرزند، یاد زندگی نمیکند. زیرا از اونها در مهمتر اینهایی هستند که او را گرفتاری انامین غم و سختی کرده است. برای همین حضرت مولوی ربین چی گفت؟ نگر ای مردی سالک همتی زن، که آن زن تاج مردانه است تو زن. همتی زن میگه تماشا کن، غیرتی زن تماشا کن، محبتی زن تماشا کن، ترسی زن تماشا کن. آیا میگه میسزد که من رابعه را مرد گویم و شما مردهایی که این اندیشه در ذهنهاتون نیست شما را زن بگویم؟
در دامشگو گو بود مردی نشانی غیرتی دین، اگر مردی بکن این رخش رازی. به هر مطلب به کس همت بکار است، که به همت به هر دو کون خار است. انا همین همتی را که رابعه داشت اگر داشته باشین، مقصد شما صاحب همت هستین و شما انشاءالله پیش الله مهربان یک خلاصی، یک خیر، یک خوبی داره. خدا کند خواهرها برادر عزیز که همین نظری که رابعه داشت، همین اعتقادی که رابعه داشت، همین محبت و ترسی که داشت، خدای مهربان نصیب ما و شما هم گردانه. عاقبتمون بخیر، ایمانمون با سلامت نگه داره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.